به نام خدا. دوستان سلام، خیلی مخلصم. قبل از هر چیزی ممنونم ازتون که ویدیوها رو تماشا میکنید. از کامنتاتون، از لایکاتون ممنونم. ویدیو امروز در مورد دو تا سیستم اندازه‌گیری توی دوربینای سلاحه که قطعا شنیدید اگه بخواید دوربین بخرید یا اگر داشته باشید. MOA و امراد. تو این ویدیو یه مختصر توضیحاتی در مورد این دو تا سیستم دادم و اینکه سعی کردم کمکتون کنم اگر دوربین ندارید بتونید یه دوربین بهتری برای خودتون تهیه کنید. خب اگه بخوایم با MOA شروع کنیم باید بگیم که در کل MOA چیه؟ یه سیستم اندازه‌گیری زاویه‌ایه که مخفف کلمه مینت آف انگله. حالا چطور اندازه‌گیری میشه؟ هر MOA یعنی یه زاویه خیلی کوچیک توی یه دایره. حالا چرا این واحد اندازه‌گیری مهمه؟ فرض کنید شما از هدفتون 100 یارد فاصله دارید که تقریبا میشه همون 90 متر. وقتی شما به سمت مرکز هدف تیراندازی میکنید، اگر سلاح شما اون نقطه ای رو که مورد اصابت قرار میده 1 اینچ با اونجایی که هدف گرفتید فاصله داشته باشه، سلاح شما میگن اصطلاحاً دقتش 1 MOA. حالا اگر فاصلتون 200 یارد باشه یا تقریبا 180 متر، این دقیقاً 2 برابر میشه 1 MOA میشه 2 اینچ. حالا کیا از MOA استفاده میکنن؟ بیشتر کشورهای غربی مثل آمریکای شمالی که سیستم اینچ و یارد دارن، MOA توشون معروف تره، یعنی محبوب تره، چون که خب فاصله هاشون رو با یارد اندازه گیری میکنن و براشون ساده تره برخلاف ما. لازم به ذکره که توی دوربینای MOA، یعنی اکثر دوربینای MOA، هر کلیک برابر با 1/4 MOA هستش. یعنی شما 4 کلیک باید در 100 یارد به دوربین بدید که 1 اینچ جای هدف رو جابجا کنه روی سیبل. حالا سیستم امراد چیه؟ امراد یا همون میلی رادیان مثل MOA برای اندازه‌گیری زاویه استفاده میشه، فقط با این تفاوت که در 100 یارد هر 1 میلی رادیان برابر با 3.6 اینچ هستش. سیستم امراد برای کشورهای متریک مثل خودمون، کشورمون ایران، خیلی ساده تره، چون ما خب تو ذهنمون 100 متر 200 متر خیلی بیشتر جا افتاده تا 100 یارد 200 یارد. توی دوربین های سیستم میلی رادیان هم هر کلیک برابر، البته اکثر دوربین های میلی رادیان، هر کلیک برابر 1/10 امراد هستش. یعنی شما اگر 10 کلیک روی اون دوربین بدید به سمت یا برد، 3.6 اینچ روی سیبل جابجایی ایجاد میکنید توی فاصله 100 یارد. حالا ما بهتر کدوم استفاده کنیم؟ امراد یا MOA؟ اگر به من باشه حتما میگم امراد. البته دوربین سلاح خود من MOA، چون همچین ویدیویی رو ندیده بودم قبل از اینکه دوربین رو بخرم. به نظر من اگر امراد رو استفاده کنید خیلی بهتره، چون تو ذهن ما سیستم متریک جا افتاده تره. البته MOA هم خیلی خوبه، محاسباتش برای ما یکم سخت‌تر میشه. باید اگه بخواید دقت تیراندازیتون رو بالا ببرید و بعضیا با سانت و گروپ‌های خیلی جمع تیراندازی میکنن، اونا بهتره که امراد استفاده کنن. تو ایران خب ما خیلی قدرت انتخاب نداریم. تو بازه‌های قیمتی پایین‌تر هر دوربین خوبی که گیرتون اومد، هر کدوم از سیستما بود استفاده کنید و تهیه کنید، ولی امراد به نظر من بهتره برای ایران. برای نتیجه گیری هم باید خدمتتون عرض کنم که هر دو تا سیستم خیلی عالی‌ان و هیچ مشکلی ندارن. هر دو تاشون رو میتونید انتخاب کنید. بهتره که تیراندازی حالمون رو خوب کنه، نه اینکه بخوایم اعصاب خودمون رو خورد کنیم که چرا امراد شد، MOA شد، تنظیم نشد، بالا زد، پایین زد. کل اینا به خاطر حال خوب شدنه و بهتر خودمون رو زیاد درگیر حاشیه‌هاش نکنیم. ممنونم از اینکه ویدیو رو مثل همیشه تماشا کردین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.